آقا رضا، من ازتون خواستم بیاین اینجا برای یه کار مهم. بله. اما ظاهرا باید بذاریم برای یه موقعی که فضای مناسب تر باشه. بله خواهش میکنم. یادم رفت معرفی کنم، پدرم هستن. خیلی خوشبختم. من خانم با اینکه خودم پدر ندارم ولی عطر و بوی حضور پدرها رو خیلی حس میکنم. خب اگه اجازه بدین من دیگه مرخص میشم. یکی از دوستان شل زرد نظری میدن، من باید برم پای دیگ. آقا رضا ریا نمیشه نظر رو میگی؟ بله درست میفرمایید. آدم وقتی در دریای عشق شنا میکنه باید مراقب کوسه های ریا هم باشه. به قول بزرگان هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی، به پا به مسیر دهن کوسه نیفتی.